اگه میخوای بدونی با پرینترهای سه‌بعدی چه چیزای خفنی رو میشه ساخت، پس این ویدیو برای توه. سامان هستم، به کانال رسام خوش اومدید. توی کانال رسام با پرینترهای دستساز خودم به دنیای سه‌بعدی سفر میکنیم و از چراغ خواب‌های خاص تا اکشن فیگورهای معروف و وسایل کاربردی روزمره رو با همدیگه با پرینترهای سه‌بعدی میسازیم. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باش. پرینتر سه‌بعدی همون پرینترهای معمولی خودمونه، با این تفاوت که به جای اینکه ازش عکس محصول تحویل بگیریم، خود محصول تحویل میگیریم. و یه خبر خوب، توی این کانال وقتی تعدادمون زیادتر بشه قدم به قدم ساخت پرینتر سه‌بعدی رو به شما آموزش میدم. پس زمان رو از دست ندید، دکمه سابسکرایب یا پیوستن رو بزنید و به خانواده رسام بپیوندید. توی رسام منتظر شما هستم.